سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم از هوش مصنوعی بپرسیم که بهترین گان SMG کال آف دیوتی موبایل چیه و اتشمنتش رو بگیریم و بریم تست کنیم ببینیم که اتشمنت خوبی بهمون میده یا نه. اینجا فیلترشن روشن کنم، اینا طول میکشید، سرعت ویدیو رو بردم بالا. به خاطر همین الان هوش مصنوعی میذاره اذیتمون کرد. کد اتشمنت رو میخواستیم بهمون نداد و مجبور شدیم که بریم خود اتچمنتی که میگه داخل مازل اینا چی بذاریم بریم همونجوری چیکار کنیم. حالا کیفیت میذاره پایین، شرمنده معلوم نمیشه. اینجا سوال کردم که بهترین گان SMG چیه و من میگه که بهترین گان SMG UZ9. اینجا سرعت ویدیو رو بردم بالا برای اینکه وقتتون گرفته نشه. خود تایم ویدیو خیلی زیاد شده بود. الان هر کار میخوایم بکنیم که کد اتچمنت رو بهمون بده، مثل اینکه کد اتچمنت رو بهمون نمیده و باید خود اتچمنت رو بریم داخل کلاف اتچمنت رو بچینیم دیگه. اینجا هر کار میکنیم کد بهمون نمیده دیگه، چه کار کنیم؟ چرا هوش مصنوعی کد نباید بده؟ کد رو بده بریم عشق کنیم. یعنی 1 ساعت باید بریم اتچمنت بچینیم. الان خدا وکیلی هر کاری کردم این هوش مصنوعی به ما کد اتچمنت نداد. چیکار کنیم دیگه؟ باز باید بریم بچینیم. چیکار کنیم؟ خسته شدیم از دست این هوش مصنوعی. این سرعت ویدیو میبرم بالا به خاطر اینکه وقتتون گرفته نشه. این کالا هم پس زمینش و عکس ایران دوره شاه گذاشتم. اگه میخواین آموزش رو بزن داخل کامنت رو بگین. خیلی راحته، در حد 1 دقیقه 2 دقیقه انجام میشه. اینجا اتشمنت میچینم طول میکشه تا پیداش و اینا. سرعت رو بردم بالا. بعد آخر ویدیو هم تستش میکنیم هم آخر ویدیو اتشمنتش رو بهتون میدم دیگه. الان میریم اتچمنتش رو چیدیم، میریم با این نفر دوئل رندوم ببینیم که اتچمنتش چجوریه دیگه. ببینیم هوش مصنوعی اتچمنت خوبی داده به ما یا نه. بریم رومو بذاریم، یه نفر رندوم بیاریم ببینیم کی میاد دیگه. هر کاری کردم. خب اینجا SMG ها رو بذاریم که یارو فاز بلوکه نگیره، یک دفعه اسنیک نکشه و ویدیو ما خراب نکنه. به فرندامون هم یه اد میدیم ببینیم میان یا نه. متاسفانه هیچ کدومشون نیومدن و باید همون رندوم این نفر بیاد دیگه. مثل اینکه 2 نفر اومد. تیرم نامحدود کنیم. این یارو کیه؟ چرا پایین نمیاد؟ این اومد پایین. خب حالا استارت کنیم ببینیم چندین UZ9 اتچمنتش خوبه یا نه. ببینیم چی کار میتونیم بکنیم دیگه. خب مثل اینکه آقا راستی این اسکین چارلی به UZ9 میاد یا نه؟ خیلی برام سوال شدش. برای UZ9 اسکین چارلی گذاشتم. اسکین زیاد دارم ولی حدود 150 اسکین دارم، ولی این چارلی واقعا خیلی خوبه. بریم ببینیم چجوریه. وسط نیومد. حالا این گیم پلی هم ببینیم. من دیگه حرف نمیزنم وسط گیم پلی. خیلی نکات مهمو بهتون میگم. این UZ9 به خاطر اینکه فایر ریتش کمه شما باید ایمتون باید خوب باشه، چون اگه یارو یه SMG فایر ریت بالا داشته باشه، مثلا این یارو RUS داره فایر ریتش بالاتر از UZ9. من ایمم یک لحظه خراب شد نتونستم بزنمش. یعنی یک تیر میس بدین اشکال نداره، ولی دومین تیر نباید میس بره با UZ9. گوشیمم لگ میگیره شرمنده دیگه. دیوایسمون اونقدر هم قوی نیست، پینکمون هم اونقدر هم خوب نیست.
همین 90 50 بالا پایین میکنه دیگه. گوشی هم خیلی لگ داره، شرمنده. فکر نکنیم برای ویدیو، نه برای ویدیو نیست، برای خود گوشی، چون داشتم ریکورد میکردم گوشی لگ گرفت، شرمنده. ولی سعی کنید که با یوزین های میخوادن این در موومنت هم برید. از این اگه میخواین اینو بذارم بخواد کامنت ها بگین چجوری از کانکس بالا بریم این میمون درختی، به قول سیکرا این میمون درختی اسکیلمون بره بالا. گوشی خیلی لگ داشت، یعنی من به زور روشن بازی میکردم. گفتم این ویدیو براتون اوکی کنم. هر کاری میکنیم، یعنی هر کاری کردیم گوشیمون رو نزدیک 2-3 تا فیلم حذف کردم، یه چند تا بازی دیگه داشتم اونا رو حذف کردم. حالا بازی های دیگه هم چند تا بازی همین در اینترنت قطع شده بود، اینترنت ملی شده بود، چند تا بازی آفلاین گرفتم، اونا هم حذف کردم دیگه. چه کنم برای کلاف اینجا شدم که 256 بازی داره، حافظش کلا پر شد بود، یعنی من 100 گیگ حافظه داخلی رو خالی کردم دیگه. تو تونستم اینجوری لگشو بیارم پایین، وگرنه خیلی لگ داشت، یعنی دیوایسم خیلی لگ داره. حالا شما با بزرگی خودتون ببخشید. با یوزینه باید موومنت بزنیم، چون یارو اینش هم زیاد خوب نبود بنده خدا. اینا 2-3 تا تیرم میس رفت، یارو نتونست بزنم. اگه یک دونه تیرم میس نمیرفت به یارو میخورد، یارو رو میزد. یارو هم بازیش از سر نگذاریم، بازیش خیلی خوب بود. تیم ما هم که اینجا سر نمیشه، اینکه منم میذاره. بعد نمیدونم چرا ویدیو رو من وقتی داشتم ادیت میزدم حدود 5 گیگ ازم اینترنت گرفت برای کیفیت بردم روی 2K کیفیت با 50 فریم. به خاطر همین حدود 5 گیگ ازم گرفت، یعنی 5 گیگ اینترنتم به چخ رفت. البته برای خودم هم نبود، اینترنت شبانه تابستون میشه من همیشه اینترنت شبانه رو میزنم، یه این 3 ماه همیشه اینترنت شبانه زدم، 1 شب تا 11 صبح. همرو اول توی همین گوشی دادم و خدا رو شکر که تا حالا از نت اصلی مصرف نکردم و از همین نت شبانه مصرف کرد. یارو فکر کنم نتش بد بود، یعنی پینگش بالا بود، بعضی از 35 رسه نمیشد، خیلی از 35 رسه نشد. من دیدم وقتی که منو زد 2-3 تا تیرش با من نخورد. اون بازیش خیلی خوب بود، اتشمنتش هم خدایی خوب است، نگذاریم خیلی خوبه. بعد ساسی دادم شما بزرگی رو خودتون ببخشید. خیلی از یوتیوبرها اتشمنت یوزینای ندادن، اون اتشمنتاش سرعتی بود، یعنی نو استوک میذاشتن، باید استوک شدم، یعنی نو استوک میذاشتن، با بقیهش همین بود دیگه. اتشمنت همین بود، فقط نو استوکش فرق داشت کنم، نمیدونم باز تیراژ اینا همه چیش همین بود. حالا نو استوک برای اینکه سرعت گان بره بالاتر، ایمش زودتر باز بشه، به خاطر همین نو استوک گذاشتن که ایم، به خاطر اینکه SMG باید ایمش زود باید باز بشه. منم اصلا اتشمنت استفاده میکردم، ولی باز اون اتشمنت یه ذره بهتر بود، چون ایمش زودتر باز میشد، برنامه زودتر میتونیشو قفل کنی. بعد این ویدیو اتشمنت بعد این دوئل اتشمنت هر دوتا رو بهتون میدم.
البته اون آتشمنت دوم که علیرضی و سیکرو و آیبوم اینو دادن داخل ویدیو خودشون گذاشتن. خیلی میدونم خیلی هاتون دیدین ویدیوهاشونو. اتشمنتی که هوش مصنوعی داد خوب بود، بد نبود، اکتیسیتی بالایی داشت. این دوتا هم اگه حالا میتونیم بزنیم که انقدر لگ داره. با حالا خوبه که داخل ریکورد ویدیو کیفیت ویدیو رو روی 360 گذاشتم. اگه روی 140 و 240 که اصلا 144 240 که اصلا ویدیو اصلا چی نبود، اصلا انقدر کار میدید این سفر رو. بخاطر این مجبورم 360 بذارم، بخاطر همین دیگه نشد. 360 هم که انقدر لگ داره دیگه. 480 مواسم بذارم که نشد. 360 هم با این اینجوری داریم پلی میدیم دیگه با این لگ. این دوتا هم انقدر گوشیم هک میگیره بزیر میزنیمش. ولی یوزینان بهترین SMG بازی بدن. کیکی9 و فنیکس هم خوبن، نمیگیم اونو بدن. یوزینان بهتره. همه یوتیوبرها همه مولتی پلیر رو بیشتر از یوزینان استفاده میکنن تا فنیکس و کیکی9. یوزینان به خاطر اینکه تنها SMG که هدش 51 دمیج میده، اونم از رنج 50 متری 70 متری. بیشتر SMG ها توی رنج نزدیک هم باز 50 هدشات دمیج نمیدن. دیگه تنها گان SMG که بین 49 تا 51 هدش توی هر رنج میزنه. یارو رو کی کنیم اگه داریم ویدیو ببینی. شرمنده ویدیو بود دیگه. بعد اتشمنت رو بهتون بدم. ویدیو هم نزدیک تمام بشن. خدا نگهدار، مواظب خودتون باشین. خدا حافظ. ویدیو ما هم تموم شد. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.